بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. به سلسله درسای عقیده اسلامی که و درس امروز ما و شما به ادامه درس گذشته موضوع توسل بود و در موضوع توسل من فکر میکنم که برادران انشاءالله تعالی کاملا موضوع را درک کردن، ولی بعضی از شبهات از طرف کسانی که به توسل به قبرها عقیده دارن و یا میخواین توسل به مرده ها بکنن و قبرها بکنن، اینا غالبا بعضی از شبهات ایجاد میکنن و استدلال به بعضی از دلایل عقلی و بعضی از دلایل نقلی میزنن. خب ما و شما میفهمین، کل ما و شما نقطه‌ای که یکی از شبهاتی که اونا ایراد میکنن که باید جوابش گفته شوم اوی است که اونا میگن که مثلا در قرآن عظیم شان آیات آمده در مورد ازی که پیغمبرها زنده هستن، شهدا زنده هستن، صالحین زنده هستن. به این خاطر اونا زنده هستن و همین قسمه که یک زنده با دیگه زنده ها ارتباط داره، اونا هم مثل ما واره هستن. پس چی مشکل است که ما بریم مثلا در قبر یک شهید یا در قبر یک پیغمبر و امرای از او صحبت بکنیم و برای او بگوییم برای ما دعا بکو یا امرای ما کمک بکو؟ از این خاطری کدام مشکل نداره. اصلا امی زنده بودن پیغمبرها و زنده بودن شهدا این میشه از نگاه اعتقادی باید بفهمیم که زندگی از اونا چه قسم زندگی هست. چون بعضی آیات قرآنی هست میگه که اونا فوت کردن، مرده هستن، و بعضی آیات دیگه قرآن میگه که اونا زنده هستن. پس بین اردوی از اینا علما و مفسرین قرآن و صحابه کرام و تابعین چه قسم عقیده داشتن، چه قسمی را شرح کردن. فهمیدن از این برای یک انسان مسلمان بسیار مهم است. اصلا آیاتی که مرگ پیغمبرها را ثابت میکنه در قرآن آیات زیادی هست. مثلا مستقیما به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که انک میت و انهم میتون. پس تو ای پیغمبر تو میت چی را میگن؟ مرده را میگن، که یعنی تو فوت میکنی و دیگرها هم فوت میکنن. در آیات دیگه در قسمت مرگ پیغمبرها هم آیات آمده و همچنان آیات دیگه مفصلا درباره مرگ هر زنده جان، هر مخلوق آمده که کل شیء هالک الا وجهه دیگه. پس آیات زیاد است. و یبقى وجه ربک ذی الجلال و الاکرام دیگه. به این شکل آیات قرآن است که این آیات قرآنی کلش ثابت میکنه که کل نفس ذائقة الموت، خلاص کلگی میموره. پس پیغمبر میموره، حتی ملائکه میموره، حتی جبریل و میکائیل، اینا کلشان از این دنیا از بین میرن. خب پس یک زندگی خب آلش سوال میشه خیلی آیت دیگه که میگه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، کسایی که در راه الله فوت کردن اینا را مرده نگوین. خیلی چطور میشه؟ این هم یک سوال است. لکن خود آیت مشکل حل کرده. هر آیت را که شما میخوانین، آیت تکمیل بخوانین، خود آیت مشکل حل میکنه. مثلا زندگی دو قسم است. خب که زندگی چند قسم است سوره علما تقسیم بندی کرده. من نمیخوایم که حالا سر انواع زندگی بحث بکنم. یکی زندگی که حالا فعلا سرش بحث میشه، در مربوط بحث ما میشه، یکی زندگی دنیا هست، یعنی دنیایی که ما تو هستیم در عالم اسباب. یکی این زندگی هست و یکی زندگی دیگه که او را زندگی برزخ میگن. حال فعلا کسایی که از زندگی انتقال میکنن میرن به زندگی دیگه که به نام زندگی چی یاد میشه؟ برزخ یاد میشه، عالم برزخ یاد میشه. عالم برزخ عالم غیب است. عالم برزخ عالم چی است؟ غیب است. مثلا یک نفر در قبر چه قسم عذاب میبینه؟
با کدام اشکال عذاب میبینه ما کیفیتش نمیفهمیم، غیب است، آشکارا نیست. از این خاطر اگه یک نفر میگه که والا مرده بس چون تو بسته میشه یا مرده ای قسم میشه یا چطور میشه یا چنان میشه، چون عالم برزخ است. وقتی که از این دنیا یک کس رفت به دنیای دیگه که عالم برزخ است، پس آل مرگ پیغمبرها به حساب اینمی دو عالم است. پس یکی زندگی در این دنیا هست و یکی زندگی در دنیای برزخ. خب به حسابی که در آیات قرآن میگه که پیغمبرها میرن فوت کردن، از این دنیا رفتن. پس از دنیایی که ما هستیم فعلا، ما و شما زنده هستیم، از این دنیا رفتن. لکن به حسابی که زنده هستن، در کجا زنده هستن؟ در عالم برزخ زنده هستن. ایره از کجا گرفتیم؟ امی گپی که اونا در عالم برزخ زنده هستن، ایره از کجا گرفتیم؟ از آیات قرآنی و از احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم. در آیات قرآنی مثلا آیت شریف چی میگه؟ بل ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. کسایی که در راه الله فوت کردن واره او تو عقیده نکنین که کاملا مردن، هلاک شدن، نابود شدن مثل دیگرها وارد که هیچ خلاص است. نه، بلکه اونا زنده هستن ولکن لا تشعرون، شما زندگیشه نمیفهمین. پس قرآن میگه شما زندگی از اونا را، کیفیت زندگی از اونا را نمیفهمین. چرا نمیفهمین؟ به خاطر که غیب است. پس اینا اگر کسی میگه مکت شهید گپ زدم، این آیت قرآن برش میگه دروغ میگی. اگر یک کسی میگه مکت پیغمبر بعد از رحلتش قصه کردم، میگه دروغ میگی. چرا؟ آیت قرآن چی میگه؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، شما احساس نمیکنین، عالم غیب است. اینال یک کسی میگه مکت فلان شهید قصه کردم، فلان شهید آمد در خانه ما، فلان شهید آمد پیش من نان خورد، فلان پیغمبر کت ما گپ زد. چطور است؟ در عالم خوا من نمیگم، عالم خوا عالم ارواح هست که مثلا یک نفر پیغمبر در خواب میبینه، درست است. اما در عالمی که عالم موتو هستیم، یک کسی میگه برای من میگه که والا دیروز فلانی شهید آمد در خانه ما کت ما شش نان خورد، این دروغ میگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در آیت قرآن چی میگه؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اگر ما شعور داشته باشیم زندگی از رو که شهید زنده هست و میکت ما میشینه و سر دیگ میشینه و قسم میکنه، پس اینجا ی آیت قرآن چی شد؟ آیت دیگه قرآن چی میگه؟ میگه بل احیاء، بلکه زنده هستن عند ربهم. در کجا؟ عند ربهم. خب در مسئله ای که باز ما و شما داریم میگیم، باز من مفصلا سر زوال فعلا تحقیق شروع کردیم. ان شاء الله بازی ما براتون میگم که ارواح شهدا در کجا می باشن، ارواح پیغمبرا در کجا می باشن. بعضی ارواح از شهدا میگه در دروازه های جنت میگن بندی هستن به خاطر که قرضدار هستن و دیندار هستن، شهید است یعنی جنت میره، لکن موجه دادان دروازه استادش کرده تا وقتی که موضوع قرضایش خلاص شه. این کلش در روایات و در احادیث و کلش حل است. خلاصه ای که برای او برادرای محترم میگیم که اینال اگر کسی میگه که والا شهید زنده هست و اینجا حال فعلا میگه که ما گپ میزنه، یا پیغمبر زنده هست و حال فعلا که ما ارتباط داره و گپ میزنه، برشان میگیم بله پیغمبر زنده هست اما در عالم برزخ. رابطش با دنیا چی شده؟ به خاطر چی رابطه پیغمبر اینجا مثلا وقتی که انسان در این دنیا رابطه داشته باشه، این دنیا دنیای چی است؟ تکلیف است. دنیای چی است؟ تکلیف است. پیغمبر وقتی که در این دنیا بود مکلفیت داشت، مکلفیت تبلیغ داشت، مکلفیت دعوت داشت، مکلفیت اقامه نظام اسلامی داشت، مکلفیت خلافت الله در روی زمین که باید قانون الله را در روی زمین تطبیق بکنه. حالا اگر کسی احساساتی گپ بزنه که نه پیغمبر در این عالم ما زنده هست، پس پیغمبر وقتی که زنده هست چرا پیغمبر نمیخیزه رهبری امت اسلام به دوش نمیگیره؟ چرا رهبری جهاد نمیگیره؟ اگر میل پیغمبر بیای و مردم جمع کنه و برشان بگه این من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم و بیاین از پشت من هیچ کافر چیز نمیمونه. کسایی که دروغ میگن سر پیغمبر تهمت میکنن کلشون بگه دروغ میگن. لکن پیغمبر از این دنیا چی کرده؟ رحلت کرده. در کجا زنده هست؟ در عالم برزخ عند ربهم یرزقون، به نزد پروردگارشان رزق و روزی میخوره. اما تکلیف از دنیاییشان بعد از سن 63 سالگی چی شد؟ ختم شد. وقتی که پیغمبر این قسم است، شهدا هم این قسم است. این حال وقتی که پیغمبر مکلفیت نداره در دنیا برای تو میری در سر قبرش ساد میشه که پیغمبر برای من این کارا بکو یا دعا بکو یا فلانی بکو،
چون پیغمبر از عالم اسباب انتقال کرده. دعا کردن پیغمبر در عالم اسباب بود که او وقت مکلف بود. آل پیغمبر وقتی که با این دنیا ارتباط نداره و با عالم برزخ هست، آل رهبریت جهاد نمیگیره، آل رهبریت نظام اسلامی رو نمیگیره، به خاطر از اینکه پیغمبر رابطش با این جهان چی شد؟ قطع شد. مکلفیتاش چی شد؟ ختم شد. از این خاطر روزی که سوره اذا جاء نصر الله وقتی که نازل میشه، صحابه کرام یک تن از صحابه گریه میکنن. چی میگن؟ میگه والله مکلفیت های پیغمبر خلاص شد، دین تکمیل شد. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. دیگه خوشی میکردن که مردم در دین الله فوج فوج داخل میشه. لکن یک صحابی مبارک گریه میکنه و برش میگه که این وقتی که مردم در دین الله چی شد؟ نصرت الهی آمد. پس چی شد؟ مکلفیت های پیغمبر ختم شد. پیغمبر چی میکنه؟ از عالم فانی به عالم باقی چی میکنه؟ انتقال میکنه. متوجه شدید؟ پس یکی از دلایل قرآن زیادتر شما را ذهنتان خراب میکنن و براتون میگن که تو پیغمبر نمیفهمی یا آیت قرآن نمیفهمی که بل احیان بلکه اونا زنده هستن. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ما باشون برش میگیم بله نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین بر از اینا اتم مرده که مثل مردای امریکایی وارث که هلاک شدن یا تباه شدن یا این قسم شده، اونا بل احیان عند ربهم عزت دارن، عظمت دارن، رزق دارن، روزی دارن، میخورن. در چی هستن؟ و او باز روایتش در قسمت است که اونا چه قسم موجه رزق میشن. این در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. باز میشه بخشش صحبت بکنیم. خب این مسئله عقلی که دلایل میگن از این آیاتی است. دوم بعضی اوقات بعضی احادیث هم میارن که ما شما چند حدیث تقریبا در هفته های گذشته گفتیم که سر او احادیث چی شد؟ علما گفتن که این چیست. مثلا یکی از احادیث گفتیم میگن که اذا اعیتکم الامور فعلیکم به اهل القبور. میگه این پیغمبر خودش گفته که وقتی که شما مشکل داشتین برین به اهل قبرستان. این حدیث پیغمبر قبول نداری؟ در جوابش چی میگیم؟ در جوابش میگیم که برادر عزیز تو آدمی هستی که امو روایات رفتی از کتاب هایی که مثلا خرد کتابک ها نوشته شده. بعضی کسا وقتی کتابایش بخوانی از این کتاب یا دروغ یا تحقیق درست نکردی. وقتی که حدیث قانونش چی است؟ قانون حدیثی است که وقتی یک حدیث خوانده میشه، وقتی که چیز میشه برای یک نفر میگه این برادر عزیز اینی صحیح البخاری هست. این فهمیدین صحیح البخاری؟ میگه آ صاحب صحیح البخاری است. این صحیح البخاری رو واز میکنیم. این صاحب در صفحه 172 در باب الصلاه علی الشهید، این باب صلات علی الشهید چی است؟ خب اینجا باز بعد از میای برش میگه که حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه. این حدیث هم میخوانیم میگه این حدیث است، اینی صحیح البخاری است، اینی بابش است. اگر او تو حدیث بیان بکنی اهلا و سهلا ما حدیث قبول داریم. اما میخیزی بر ما میگه که والله یک کتاب را خواندیم که تفریج الانام فی تفریق الخیام، که نه او کتاب مؤلفش معلوم است و نه سندش معلوم است و در بین از اون میخیزی این تو کتابا رو بر ما میگه ما این کتابا را کار نداریم. این پیش ما سند نیست، به خاطر سند قرآن عظیم الشان است. بگو در آیت قرآن و باز بیاد در صحیح البخاری و باز بیاد در صحیح مسلم و باز دیگه کتابا که آمد ابن ماجه و چیز، بگو که حدیث فلان عالم متخصص حدیث رو چی کردن؟ اینو گفته که چی است. حالا میبینیم که اذا اعیتکم الامور فعلیکم به اهل قبور، وقتی که مشکل داشتین به اهل قبرستان برین. یه حدیث علمای حدیث چی گفته؟ این روایت صحیح نیست و علمای متخصص میگن که این تهمت از بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم، دروغ گفتن، دروغ گوی است. این حدیث پیغمبر نیست. علامه ابن تیمیه رحمه الله در این حدیث میگه فهذا الحدیث، میگه این سخن که است کذب، دروغ است، مفترا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم به اجماع العارفین به حدیثه. تمام علمایی که حدیث شناس هستن میگن که این دروغ است.
و سر پیغمبر هم تهمت است. پس برای این شخصی که به این حدیث استدلال میکنه، برای از اون میگیم که برای تو یک جایزه در نظر داریم. در عروسیای خودی دنی در عروسیای اسلامی که میره باز یک جایزه یک برش میتن. این حال چون این حدیث خوان برای از میگیم برای تو هم یک جایزه داریم. او برای من میگه جایزه چیز، برای تو میگیم که یک جایزه معنوی بسیار لوکس. او چی است؟ میگیم او جایزه از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله است. باز برای رسول الله چی گفته؟ رسول الله برای گفته که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. ان شاء الله تعالی اهل دوزخ هستی. چرا تو قصدن چی میکنی؟ سر رسول الله صلی الله علیه و آله تهمت میکنی. در این قرن 21 که تو آمدی و اونجا مکتبه شامله هست و احادیث هست، امی صحیح البخاری با چی سختی کتاب ای عالم الله سرش رحم بکنه، با چی سختی احادیث جمع کرد. تو حداقل اینو خواندن نمیتونی، وقت نداری که امی حدیث بخوانی. از این خجالت بکش که تو حدیث صحیح با دروغ فرق کردن نمیتونی. پس جایزه تو چی است؟ جایزه تو امی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که خودش میگه که من کذب علی متعمدا، هر کسی که قصدن سر من دروغ میگن فلیتبوأ مقعده من النار. بسیار کساست که سر پیغمبر دروغ میگن که آمین پیغمبر به جهر نگفته، دروغ میگن. پیغمبر صلی الله علیه و ثابت است که آمین به جهر گفته، مهاجرین انصار صحابه کرام آمین بالجهر گفتن. میگه رفع الیدین نکردن، دروغ میگن، کذب میکنن. اینا هم سر پیغمبر تهمت میکنن، افترا میکنن، چون رسول الله صلی الله علیه و رفع الیدین هم کرده. و ایره که میگه که مثلا دست خواست سر سینه نگرفته، ایره هم کذب و تهمت سر رسول الله صلی الله علیه و آله میگن، به خاطر که در احادیث ثابت است که رسول الله صلی الله علیه و آله دست سر سینه خود گرفته. ای که میگه پایایت کتی یکی دیگه نچسبان، یگان طور که ببینی که کمک استاشن پای خود کش میکنه، فقط نزدیک است که یک پای دیگه بچه پایت، ای هم در احادیث وارد است. پس کسایی که یار انکار میکنن در کلش چی میشن؟ یا کسایی هستن که جوایز از اینا چی است؟ که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. این حال وقتی که یک سخن به پیغمبر نسبت میتی و یک عملی را که علما میگن که به پیغمبر هست و تو را نفی میکنی، باید سند داشته باشی. باید بگی که بله اینجا پیغمبر گفته اینی کارو نکن، آیت قرآن گفته اینی کارو نکن. و تو میگی یه حدیث تمام روز در سر منبر و محراب صدا کردن میگه که او مردم این سعی کنین وهابی‌ها چی میگن؟ اذا اعیتکم الامور فعلیکم باهل القبور. ما میریم در قبرها، به قبرها سجده میکنیم، از قبرها بچه میخوایم، دختر میخوایم، یا ما را نمیمانن. جواب از یارو چی میگیم؟ برش میگیم که برادر وهابی پدرت، وهابی به پدر کلانت، وهابی ننه کلانت. لکن آنچه که احادیث ما میگیم این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است و وقتی که حدیث میگی باید سند بری. آلی که تو این دلیل میگه که اذا اعیتکم الامور فعلیکم باهل القبور، این دروغ است. چرا؟ علامه ابن تیمیه که حدیث شناس است، عالم حدیث است، چی میگن؟ میگه که چی است؟ فهذا الحديث كذب مفترى على رسول الله صلی الله علیه و سلم باجماع العارفین باحادیث. میگه با اجماع تمام کسایی که حدیث شناس هستند. لم یروه احد من العلماء، هیچ عالم واقعی حدیث شناس میگه این روایت نکرده. به کسایی بخواد این حدیث است میگه دروغ است، نیست. در کتابای صحیح معتبر میگه اصلا این نیست. صحیح شد نه؟ و میگه دیگه معنای از این حدیث این خود سند خودش نداره، دروغ است. میگه معنایش هم با قرآن در تکر است. چرا؟ میگه به خاطر که در قرآن عظیم شان چی میگه؟ الله چی میگه؟ الله میگه به قبر توکل کو یا به الله؟ در قرآن میگه و توکل علی الحی الذی لا یموت. توکل به کی بکو؟ به ذاتی که حی است و نمیمره. این کسی که تو رفتی خوب مرده. الله چی میگه؟ پس معنای امیر روایت تو هم از نگاه سند غلط است و هم از نگاه متن که چی تکرار میکنه؟ نص صریح قرآن. چرا؟ قرآن میگه و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده. سوره فرقان آیت 58. سر حدیث دیگه میگیم که میگن این برادر عزیز یک حدیث دیگه است. این صاحب چی میگن؟ شما دیده باشین بعض اون دو یک دونه سنگ میرن چی میکنن؟ یک تا سنگ پیدا میکنن و سنگ باز یک چشم میتن و دان میتن و برود میتن، باز میرن در پیش از او که اینگارنگ مرنگ برازو کرده میرن. اینی کسایی که به اعتقادات اینی هندوها مبتلا هستن. ما یک حجر الاسود داریم لکن عقیده داریم که حجر الاسود نه به کس نفرستانده میتونه و نه ضرر رسانده میتونه. چرا ماچش میکنیم؟ خب ما کلی بچی ما ماچ میکنم.
پیغمبر صلی الله علیه و آله دید که یک سنگ از جنت آمده، یک بوسه کرد. عمر رضی الله عنه بهش گفت که او سنگ سیاه، من خب میفهم تو یک سنگ هستی، نه به من نفع رسانده میتونی نه ضرر رسانده میتونی، منتها چون پیغمبر خودت را ماچ کردی ما تو رو یک ماچ میکنیم. اما این معنی نیست که ما از سنگ کمک بخوایم که او سنگ برای ما بچه بده، او سنگ برای ما دختر بده، پاهای ما در سنگای زیارت بشقانم که باشی سنگای زیارت پاهای ما را شفا بده. این عقیده مشرکین است، این عقیده موحدین نیست. اینی کسایی که به سنگ پرستی مبدل هستن و چی میگن؟ او خود دلیل قبلی و دلیل قبر پرستا بود. با سنگ پرستا چی میگن؟ کدازیاک بشونیم بازیا میگه پیغمبر خدا گفته که لو احسن احدکم ظنه بحجر لنفع، به هر چی که عقیده کردی برات نفع میرسانه، حتی اگه به سنگم عقیده کردی چی میشه؟ بر تو نفع میرسانه. دروغ. خب بیایم برشان میگم که برادر عزیز باش، بر تو هم اول جوابت میگیم، بعد از او چی هسته؟ جایزه تبرت میدیم. برش میگیم که تو دروغ میگی. اگر میگی من حنفی هستم دروغ میگی، به خاطر ازی که ملا علی قاری حنفی رحمت الله علیه که ما کتابش در مدرسه دارالعلوم عربی کابل میخواندیم، امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله میگن که کتاب را داره به نام فقه اکبر و او را شرح کرده ملا علی قاری، به نام شرح ملا در مدرسه خوانده میشه، همین شرح فقه اکبر. این عالم که در عقیده احناف بزرگترین عالما هست، او چی میگه؟ در کتاب نوشته کرده در مورد احادیث موضوع یعنی دروغ، در صفحه 66 میگه که این حدیثی که روایت میکنن این دروغ است، این دروغ است. ملا علی قاری در صفحه 66 کتابش که درباره احادیث موضوعی است گفته که این حدیث دروغ است. وقتی که تو نمیخوانی، تو کتابا نمیخوانی، مطالعه نمیکنی، میری یک کتابه که خورده که در آل فعلا نوشته شده و اون سند داره نه ایش نداره، او رو یک سنگ پرست نوشته کردن. حالا بسیاری وقتا می کسایی که تعویض میتن، اکثر کسایی که تعویض میتن از کتابای اون دعا استفاده میکنن. نمیفهمه صاحب در کتاب آمده. در افغانستان خوب یک گپ هست نه، هر چی که میبود میگه وای گپ نزنی، در کتاب آمده. در کتاب کی آمده؟ در گرنگ هم خود کتاب است. در بسیاری مجلس ها که آمد نیست هم در کتاب دیدیم، در کتاب آمد، در گپی که در کتاب آمد خیلی گرنگ هم یک کتاب است. در کتاب هایی که تحریف شده او هم کتاب است. کتاب هایی که اون دوها تحلیف کردن عمل به میلیون ها جلد کتاب است، هم کتاب است. هرچی که در کتاب آمد دوست عزیز، از این خاطر اینی گپای غلط از است. از این خاطر ملا علی قاری چی میگه؟ میگه که حدیث ساختگی است. وقتی که چیز کرد این دلیل کی پیش میکنه؟ اما مورا پرستا و سنگ پرستا و چوب پرستا، اینیا که صاحب کره رویزان میکنه که این کره شفاست، یکی صاحب فیروزه را میگیره که صاحب در فیروزه سنگ فیروزه شفاست، یکی میره صاحب این سنگ دیگه شفا برام میده، یکی میره یک دانه سنگک از بحر پیدا میکنه او رو در گردنش چک خداویزان میکنه که شفا هست. کسایی هستن که یک روزم در درس عقیده نشیشتن. چطور مسلمان هستی؟ میگه والا مسلمان پدری. در تذکریم نوشته است که من مسلمان هستم، اما علمای اسلام میگه نه خیر. از این خاطر در جواب ازمی کسی که گپ میگه آیت قرآن جواب وزیر چی میده؟ آیت قرآن برش میگه که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. برشان میگه که شما و آنچه که شما عبادت میکنید، سنگ عبادت میکنید، چوب عبادت میکنید، موره عبادت میکنید، کلتان چی هستین؟ حسب جهنم. شما و آنچه غیر از الله را میبینید حزب جهنم. انتم لها واردون. شما در بین از چی میشین؟ داخل میشین. خب علامه ابن قیم چی میگه؟ علامه ابن قیم رحمت الله علیه چی میگه درباره از این حدیث؟ یعنی اگه عالم است که حدیث خوب میشناسه، میگه هو من کلام عباد الاصنام الذين يحسنون ظنهم بالاحجار. میگه این سخن که به پیغمبر نسبت دادن، این سخن عباد الاصنام است. عباد الاصنام چی نمیگن؟ بت پرستا. این سخن کی است؟ بت پرستا است. به خاطر که اونا به سنگ بسیار عقیده دارن. صاحب یک سنگ لوکس که پیدا کردن او رو تراش میکنن، باز رو من چی میکنن؟ او رو باز به او علاقمند هستن.
علامه ابن حجر عسقلانی سعی کنین گپای از اونها در مورد چی میگه؟ علامه ابن حجر عسقلانی عالم حدیث شناس است، متخصص است، مسلکی است، کتابایش اعتباری هست. او چی میگه؟ میگه لا اصل له، میگه هیچی اصل در سخنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداره. بلکه کی آورده اینو چخ کرده در بین احادیث؟ مردمای قبر پرست و سنگ پرست و چوب پرست. اینیا یک کتاب دیگه است نوشته است که الجد الحثیث فی بیان ما لیس بحدیث. یک کتاب است میگه جد و حثیث در بیان آنچه که حدیث نیست. کتاب علما چه قضاوت کشیدن، آمدن ام احادیث صحیح برای ما کتاب جور کردن بگیرین بخوانین، و ام احادیث دروغی و ساختگی رو برای ما کتابا جور کردن که فکرتان باشه که اینا حدیث نیست، بازی نتیتونه. عالی عالم که نوشته کرد الجد الحثیث فی بیان ما لیس بحدیث، تالیف احمد ابن عبدالکریم الغزی العامری، در مورد از میگه که لو احسن احدکم ظنه بحجر او لو اعتقد احدکم حجر نفعه الله به او لنفع کذب لا اصل له. میگه چی است؟ دروغ است، اصل نداره. کتاب اصول الایمان، اصول الایمان یک کتابای معاصر است، کتاب عقیده هست. میگه درباره حدیث چی میگه؟ هو حدیث باطل مناقض لدین الاسلام، حدیث باطل و دروغ و مخالف دین اسلام است. ودعه بعض المشرکین، ایره کی دروغ گذاشته؟ ایره وضع نموده، ایره حدیث موضوع میگه نه، ایره کی وضع کرده، کی آورده اینجا داخل کرده؟ بعضی از مشرکا به خاطر که عقیده موحدین خراب بسازه. الحمدلله ما اینا فهمیدیم، ما به این گپایتان خلاص چی شد. خب حدیث دیگه میگن که این صاحب یک حدیث دیگه ما داریم، بسیاری وقتا در کتاباشان بخواین، میگه وقتی که آدم علیه السلام، میگه که آدم علیه السلام وقتی که امو خطای از پیشش سر زد، قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میگه او گفت که من به حق محمد بالای من رحم بکن. میگه این حدیث است آمده است. این حدیث هم از نگاه متن و هم از نگاه سند غلط است. امی که آدم علیه السلام بگه به حق محمد صلی الله علیه و سلم، از نگاه متن چطور است؟ تعلیق الحافظ الذهبی فی التلخیص، حافظ ذهبی، کسایی که متخصص حدیث هستند، کسایی که علمای واقعی اسلام هستند، علامه ذهبی را هم میشناسن، حافظ ذهبی را، و کتاب تلخیصش هم میفهمن. علامه ذهبی در کتاب خود که عالم متخصص حدیث شناس است چی میگه؟ برش میگه که اینمی سخن موضوع هست. سخن موضوعی چی مانا؟ یعنی دروغ از بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تهمت شده. خب ایناله. خب این خوی این موضوع گفت. از نگاه چیزش عالم دیگه که جامع الاحادیث القدسیه قسم الضعیف و الموضوع، یک عالم احادیث قدسیه که دروغ نسبت داده شده به نام احادیث قدسی، ضعیف و موضوع هست، این کتاب نوشته کرده. در حدیث نمبر 951 این حدیث ذکر کرده و میگه که حدیث دروغ و موضوع هست. موضوع که گفت حدیث موضوعی چی معنی؟ یعنی حدیثی است که بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کردن؟ دروغ گفتن. علامه ناصرالدین البانی در کتابش به نام سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه درباره چی گفتن؟ در کتاب میزان الاعتدال آمده که این خبر باطل است. و در این حدیث عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم در اینجا در راویایش است که او ضعیف است. علامه ابن کثیر و حافظ ابن حجر در لسان که اصل آن المیزان است میگن خبر باطل. خب علامه البانی چی میگه؟ میگه من میگویم که قبل از آن عبدالله ابن مسلم ابن رشید است که ابن حبان در موردش گفته متهم به وعد الحدیث، امی کسی که حدیث روایت کرده میگی با دروغ متهم است. که آدم علیه السلام وقتی که چیز شد رفت بر الله گفت که به حق محمد سر من رحم کن، میگی دروغ است. و در پالوی ازی مخالف آیت قرآن است. چرا در آیت قرآن چی میگه؟ وقتی که میگه آدم علیه السلام چیز کرد، کل ما و شما میفهمیم که آدم علیه السلام کدام دعا را خواند وقتی که چیز شد؟ قال اردویشان گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خب دی بسیار علما تحقیق کردن و کلشان
گپ زدن. حدیث دیگه است که میگن به حق نبی که و الانبیاء الذین من قبل، این حدیث بیان میکنن. اینال درباره از این حدیث علامه هیثمی چی میگن؟ میگن که ایره اگرچه بعض علما صحیح گفتن و فیه ضعف، در بین از چی است؟ ضعیف است. حافظ ابن حجر چی میگه؟ میگه ان روح ابن صلاح ذکره یونس فی تاریخ الغرباء و قال هو من اهل موصل قدم مصر و حدث بها رویت عنه مناکیر. میگه کسی که همین در حدیث شخص به نام روح ابن صلاح، شما ببینید در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله علما بسیار تحقیق کردن. تحقیقشان چی است؟ از تحقیقات علما در اونجا چی است که مثلا علما هم از نگاه سند فلان از فلان از فلان از فلان روایت کردن، این اشخاص مطالعه کردن، بالاخره دیدن که یک آدم دروغگوی است، یک آدم ضعیف است، یک آدم ضعیف حافظه هست، یک آدم است که از پیش از روایت‌های غلط است، او را بیان کردن. و همچنین متنش خواندن که آیه متن ازی با قرآن مطابقت داره، با روح اسلام مطابقت داره، از هر دو جهت. حال مثلا وقتی که علما یه حدیث میگیرن، هر کدامشون میگه، مثلا میگه که حافظ ابن حجر چی میگه؟ میگه روح ابن صلاح که است ای چی است؟ میگه رویت عنه مناکیر، میگه از این سخنهای منکر زیاد روایت شده، از این خاطر حدیث اعتباری نیست. دارقطنی چی میگه؟ میگه ضعیف فی الحدیث، او میگه ضعیف است در حدیث. ابن ماکولا دیگه عالم است، میگه ضعفوه سکن مصر، میگه ایره ضعیف گفتن، سکن مصر، در مصر زندگی کرده. ابن عدی چی میگه؟ وله احادیث کثیره فی بعضها نکره. ذهبی در دیوان چی میگه؟ میگه روح ابن صلاح مصری که است چی است؟ یقال ابن سبب ضعفه ابن عدی، ایره گفته که ضعیف است. علامه البانی چی میگه؟ میگه ضعیف است. بالاخره وقتی که چندین نفر عالم چی گفتن؟ ایره ضعیف گفتن و میگه به این حدیثش اعتبار نیست و ایره ما نمیتونیم که به رسول الله صلی الله علیه و نسبت بدیم. حدیث دیگه اینا دلیل میگیرن، میگن که رسول الله صلی الله علیه و گفته که یستفتح بسعالیک المهاجرین، میگه رسول الله صلی الله علیه و بسیاری وقتا به دعای مهاجرین فقیر و غریب که بودن چی میکنن؟ در مورد حدیث علامه البانی دو قسم تحقیق میکنن. میگه اول این حدیث ضعیف است، حدیث ضعیف است. چی است؟ این حدیث از طریق امیه روایت شده که صحبت او را رسول الله صلی الله علیه و آله با رسول الله صحبتش ثابت نیست که او صحابی بوده باشه، از این خاطر حدیث مرسل و ضعیف است. و علامه ابن عبدالبر چی میگه در کتابش السیار؟ میگه لا تصح عندی صحبته، میگه صحبت از این شخص که میگه که من این حدیث از پیغمبر شنیدم یا پیغمبری کار میکرد، میگه این صحابی بودن از این ثابت نیست. در پالوی ازی که ایره میگه بسیار سرش انتقادات زیاد شده، لکن میگه با وجود از اگر احیانا این حدیث قویان باشه، میگه ما سابق دیدیم که مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله عمر گفت که وقتی که رفتی به عمره لا تنسانا یا اخی من دعا که اونو گفت که بر من دعا بکن. خب وقتی که آدم پیش فقرای مهاجرین بره و یک زنده بودن و بره پیش یک انسان زنده و از پیش از بر از بگه که بر من دعا بکن، هیچ از نگاه اعتقادی مشکل نیست از این خاطر. اما ای که باز اونا مرده بودن، ای زنده را سر مرده قیاس کردن، این غلط است. حالا اونا خب مثلا رفتن به مهاجرین که زنده بودن، برشان میگه بر من دعا بکن. حالا تو میخیزی بر مهاجرین که مرده هست و قبرش میری، اینو برام ثابت کن که پیش قبر کی رفتن. از این خاطر دیگه بعضی از قصه های دیگه را هم میگن که یک قصه ضعیف است. میگه استسقا از رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از مرگش، میگن که مثلا در سر قبرش رفتن و بر مردم یک قحطی رسید و باز پیش از این رفتن. این هم علما میگن که ان الذی را منام المذکور، این میگن که خواب دیدن کدام کسی و چطور شده بازی رفت و قبر پیغمبر، باز میگن که گفتن که بلال ابن حارث است. دیگه این میگه که این مشکل حدیث دو مشکل داره. یکی مشکل از نگاه متن داره، به خاطر ازی که در استسقا این خواب میگه دیدن که رفت برو پیش قبر پیغمبر، در حالی که میگه خواب دیدن ولو که یک از خواب ببینه، اول میگه این نفرش معلوم نیست، دوم اگه نفرش معلوم هم شوه، این روایت ازی یا این خوازی با چی تکر میخوره؟ با حدیث صحیح، روایت صحیح که در استسقا چی است؟ در استسقا علما مثلا طلب باران میکنیم، به قبرستان بریم گفته یا نماز بخوانیم؟ نماز استسقاست. پس این میگه تکر میکنه با ای چی هسته؟ از این خاطر میگه که در آیت قرآن چی میگه؟ و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. در قرآن از مشار میگه اگر مردم در راه مستقیم حرکت بکنن ما برشان آب میریزانیم. پس به خاطر باران، طلب باران، او به عمل نیک مسلمان ها
چی هست؟ باران نازل میشه. از این خاطر مسلمان ها کلشان جمع میشن و در یک صحرا و میره نماز استسقا میخونن. چرا کلگی جمع میشن نماز استسقا میخونن؟ یعنی میشه کسی سرکشی کرده باشه، نماز نخوانده باشه، نماز خود ترک کرده باشه، از این خاطر کلشان رجوع میکنن به بارگاه الله که پروردگارا بالای ما باران نازل بکن. و میگه دیگه آیت قرآن است که و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. این میگه قصه نوح علیه السلام که نوح علیه السلام بر قوم خود گفت که شما چی کنین؟ استغفار به پروردگارتان بکنین و توبه بکنین. این سبب چی میشه که الله بالای شما چی نازل میکنه؟ بارانه. در کجای آیات گفته که برو به قبرستان و از صاحب قبر؟ احادیث در پاولی از روایت دیگه گپاش مخالف هستن. چرا؟ میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله در صحیح البخاری روایت است که عن عبدالله ابن زید رضی الله عنه قال خرج النبي صلی الله علیه و سلم یستسقی و حول رداءه و صلى رکعتین. میگه حدیث صحیح البخاری هست که رسول الله صلی الله علیه و آله در استسقا چی کرد؟ رفت در امون میدان و قدیفه خود دور داد و نماز چی خواند؟ استسقا خواند. رسول الله صلی الله علیه و نماز استسقا خوانده. تو میگی ایواز نماز استسقا چی برو بکن؟ برو در قبر، برو در قبرستان برو. پس این مخالف عمل رسول الله صلی الله علیه و و مخالف اعمال صحابه است. و از نگاه سند هم میگه این مشکلات داره که درباره از علما گفتن. مثلا در کتاب امام ذهبی در میزان میگه که در مورد اعمش چی میگه؟ قلت و هو یدلس. میگه این مدلس چی میگه؟ کسایی که در حدیث چی میکنن؟ غلطی و فریبکاری میکنن. این میگه کسی که حدیث روایت کرده حافظ ابن جریر در طبقه دوم این شخص اعمش در جمله چی گرفته؟ در جمله مدلسین گرفته. خوی موضوعات مسلکی و تحقیقی است که علمایی که مثلا در حدیث تحقیق میکنن به خاطر اثبات یک حدیث، مثلا اون شخص میگن که این شخص آدم غلط است، حدیثش قابل اعتبار نیست. چرا؟ به خاطر ازی که امی اسلام که است، احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله که است، خود دشمنای اسلام در این زیاد خواستن تخریبات بکنن و در احادیث ساختگی زیاد را آوردن و داخل کردن و علمای اسلام بسیار زحمت کشیدن و همین احادیث صحیحه از احادیث ضعیف و موضوع و غلط یا کشیدن و برای مردم معرفی کردن که این احادیث شما چیز نکنین. از این خاطر خطرناکترین احادیثی که ساختن و احادیث است که در عقیده ساختن تا عقیده انسان چی کنن؟ عقیده انسان از الله دور بسازن، برن به سنگ پرستش کو، برو به قبر پرستش بکو، والا سر سنگ چوب مگر عقیده کردی برات نفرستانده میتونه. مثلا اگه نفر بر چوب عقیده کنه که او چوب جان بر مرگ بچه بته، این چوب چی میتونه برازی بکنه؟ یا با سنگ عقیده بکنه؟ یعنی پس امیر عقل یک مسلمان هم قبول نمیکنه. در پالوی ازی که احادیث و آیات مخالف ازی است. از این خاطر موضوع عقیده بسیار مهم است برادرای عزیز. موضوع عقیده بسیار دقیق است برادرای عزیز و خصوصا در آخر الزمان اینمی مشکلات است که یک نفر صبح مسلمان میباشه دیگر چی میشه؟ کافر میشن. اون مثل اونمو علمای یهود و نصارا واره بعضی از کسای پیدا میشن که به نام عالم و به نام شیخ و به نام مفتی و به نام شخصیت های بزرگ اسلامی اینی روایت های غلط در بین مردم رواج میتن. از این خاطر کی نجات پیدا میکنن؟ کسای نجات پیدا میکنن که واقعا با اخلاص میان عقیده خود از قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله میگیرن که الله جل جلاله ما و شما را توفیق بده که عقیده بخوانیم، قرآن درست بخوانیم و در آیات قرآن درست عمل بکنیم. چرا؟ به خاطر ازی که در عقیده یک مشکل بسیار خطرناک است که از آدم باید بسیار بترسه. او چی است که یک کمه که اگر از 99% به الله عبادت بکنی به وجود یک نفر اگر 1% هم شرک داخل شوه، در این آیت داخل میشه که لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر تو شرک آوردی اعمال تو کلش نابود میشه. پس شیطان چی میکنه؟ شیطان نمیگه که نماز نخوان، شیطان میگه برو 100 رکعت نماز بخوان. شیطان نمیگه که تسبیح نکن. شیطان اول کاری که کرد اگر این یک کار کامیاب شد دیگه کلش الایت میته، میگه برو دوگاه شب بگو. چرا؟ شیطان خب بسیار چالاک است. وقتی که دید که مثلا یک نفر اگر گرفتی عقیدهش باطل شد و کل اعمالش از بین رفت، خدا کنه که از صبح تا شام 10,000 مرتبه تسبیح بگوید. چرا؟ آیت قرآن میگه انسان شیطان در چی مبتلا میکنه؟ اول در شرک.
از این خاطر وقتی که انسان برد پیش یک مخلوق سجده کرد، رفت پیش یک پس سنگ سجده کرد، رفت مثلا از سنگ بچه و دختر خواست، رفت از چوب بچه و دختر خواست، این صفات خالق، افعال خالق به مخلوق داد. وقتی که افعال خالق به مخلوق داد چی پیدا میشه؟ شرک پیدا میشه. وقتی که شرک پیدا شه، حالا برش میگه برو این حالا خوب چپن همت لوکس 6 متره بپوش، خوب لنگیت مثلا همت یک لنگی خوب پالوی 20 متر دا کلید بکن، خوب ریش دا 6 متر بار، خوب تسبیحت 2000 دانه جور کن. چرا شیطان میفهمه که وقتی گپش چی کردیم؟ خراب کردیم. لئن اشرکت لیحبطن عملک. از این خاطر اصول ایمان، اصول دین که میگن چی است؟ عقیده هست. از این خاطر بعضی کسا هست خب اگه از نماز گپ بزنی کلگی میشینه، والا باش امروز استاد درباره نماز گپ میزنه. اگه برشان بگی امروز یک محفل است دو خوب کلگی میشینه. اگه برشان بگی والا بیادرا استادای یک 20 تا قصه براتون میگه، خوب قصه جالب کلگی ببینی که 1000 نفر می. اما وقتی که بگی که نه برای درس عقیده میتم، شیطان صاحب از 900 از 1000 نفر 950 صاحب کشکش کردن میبره که چی میکنی؟ نرو درس عقیده نشی، به خاطر که اگر عقیده جور شد باز نماز تام جور میشه، عبادت تام جور میشه، فکر تام جور میشه، ایمان تام جور میشه، کل چیز. از این خاطر از این بترسین که شیطان در چی کار میکنه؟ سر عقیده انسان کوشش میکنه در شرک مبتلا کرد. که در شرک مبتلا شد، ببین آیت قرآن چی میگه؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان بر انسان چی میگه؟ کافر شو. این در کفر شرک مبتلا. فلما کفر قال اینی بریء منک. وقتی کافر شد میگه برو من از تو بیزار هستم. اینی اخاف الله رب العالمین. شیطان میگه من از خدا میترسم.